امر معروف روحانیان تاجیک برای جلب جوانان به ارتش کشور، دهها روحانی یا امام خطیبان مسجدهای جامع ناحیه حصار برای جلب جوانان به ارتش سفربر شدند. شرف الدین فاضلوف سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه حصار یکی از آنهاست. او روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت در محله ها یا در کنار مقامات نظامی به در خانه ساکنان رفته از اهمیت خدمت در ارتش سخن میگوید. رفته مردم را میفهمونیم درباره محبت وطن، درباره دوست داشتن وطن. پدر و مادر خودت حفظ میکنی تو، به مقصد برادر وقتی خدمت میکنی پدر و مادر تو در بین جمعیت سربلند میشوند. بسیار نتیجه خوب هم دادگی هست. مردم هم با یک روحیه داوطلبانه میروند. ما همین چیزا به راه ماندیم. بسیار خوب. سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه حصار میگوید شخصا شاهدی آن شده است که پس از نصیحت‌های او و همکارانش چند جوان داوطلبانه به سربازی رفتند و افزود که هدف دارند از طریق گفتگو و نصیحت دعوت اجباری یا ابله و همین طور فرار جوانان از ارتش را از بین ببرند. که از محله عبدالواحد کریموف، از محله بیرونی باقی رحیمزاده، وقتی ما همه خیلی صحبت ها گذرونیدیم، 3 کس داوطلبانه خواهش کردم. متاسفانه در کمیسریات حربی 2 نفر اونها بیمار برآمدن، یک تاشون گذشتن رفتن. دعوت بهاری جوانان از 18 تا 27 ساله تاجیک برای خدمت در ارتش آخر ماه مارس شروع شد و تا می امسال ادامه خواهد کرد. ساکنان هر سال در این گونه معرکه‌ها از دعوت اجباری جوانان و مرگ بعضی سربازان در قسمت‌های